با سلام، حال دلتون عالی. امروز قرار اولین پادکستمون رو در حوزه ترکیب رنگمون ارائه بدیم. اولین پادکست ما، اولین موضوع ما مربوط میشه به کاتالوگ خونی. مهمترین بخش ترکیب دانش و دانستن در مورد کاتالوگ خونیه. چون کاتالوگ خونیه که به شما کمک میکنه که از هر رنگ مو چه میزان چه مقدار ترکیب بکنید یا چه رنگی رو اضافه بکنید و چه رنگی رو اضافه نکنید. پس مهمترین بخش ترکیب رنگ مو شد کاتالوگ خونی. خواهش میکنم عزیزانی که در مورد کاتالوگ خونی اطلاعاتی ندارن یا بلد نیستن یا فراموش کردن، لطفاً اعلام بکنید که یه آموزش کوچولو در مورد کاتالوگ خونی هم بذاریم که بتونیم همگی استفاده بکنیم، که راحت تر بتونیم کار ترکیب رنگمون رو انجام بدیم و لذت ببریم. پس همراه ما باشین با آموزش‌های بعدی.